مقامات چینی در شهر سینینگ مرکز ولایت شانهای گنبدهای مسجد تاریخی دونگوان را که تاریخ قدیمی 7 عصر دارد کندند. در گزارش که وبسایت رادیوی جمعیتی آمریکا به نام NPR تهیه کرده است آمده است مقامات چین این گنبدها را از تاثیر مذهبی خارجی و آثار فرهنگ بیگانه دانسته محو آن را ضرور می‌شمارند. آنها می‌خواهند به مسجدهای تاریخی اسلامی خصوصیت چینی بخشند. بر اساس این گزارش حکومت چین این عمل را به خاطر بیشتر ختای کردن شکل ظاهری مسجدها به راه مانده است. همچنین در سینینگ در مسافه کمتر از 2 کیلومتر از مسجد دونگوان مسجد نانشان که با مرمر ساخته شده است برای کندن گنبدهای سفید آن آمادگی می‌بینند. بر اساس این گزارش مقامات با این گونه عملکرد خود به خود اجازه می‌دهد که دارایی‌های مسجدها را مصادره کرده امام خطیب‌ها را زندان کند. مؤسسه‌های دینی بسته شوند و اینچنین برای استفاده زبان‌های غیر چینی به مثل تیبتی یا اویغوری محدودیت جاری کنند. وبسایت الجزیره در سال 25 سپتامبر سال 2020 با تکیه بر گزارشی که آن را تحلیلگران استرالی تهیه کردند خبر نشر کرد که حکومت چین نزدیک 16,000 مسجد را در این کشور خراب کرده است. مرکز تحقیقاتی استرالی علاوه کرده است میتوان گفت 3/1 مسجدها و بناهای خصوصیت اسلامی داشته در شانگهای به زمین یکسان کرده شده است. این در حالی است که معبدهای بت پرستان و کلیساهای نصرانیان به حال خوب باقی هستند. بیننده گرامی شبکه نجم تیوی، اگر شما تا حال به شبکه ما آبونه نشده اید، شما را به آبونه شدن و پخش نمودن نوارها دعوت می نماییم. لطفاً بی‌طرف نباشید. نوارها را به دوستانتان فرستید.